همه ما میدونیم که اگر آخرین کف صعودی ما زیرش کلوز کندلی اتفاق بیفته، ساختار اون از روند صعودی تبدیل میشه به روند نزولی و برعکسش برای صعودی شدن مارکت. اما همه ما نمیدونیم اون کفی که از همه مهمتر هست زیرش کلوز اتفاق بیفته تغییر ساختار داریم، یا اون سقفی که اگر بالاش کلوز کندلی داشتشون ساختار اون از نزولی تبدیل میشه به صعودی کدوم. و تو این قضیه فرقی نمیکنه تو ایچیموکو کار باشی، الیوت کار باشی، فیبو کار باشی، پرایس کار باشی، همه ما این مشکل رو داریم و من این ویدیو رو ساختم که این مشکل برای همیشه برات رفع بشه و خیلی راحت تر بتونی پوزیشناتو در جهت روند بیای و بگیری. اگه دوست داری محتوا رو یاد بگیری تا آخر ویدیو با من همراه باش. بریم روی چارت. بچه‌ها من یک ویدیویی تو اینستاگرام اومدم امشب آپلود کردم، احتمالاً دیده باشید، و گفتم که همه کف و سقف‌های توی مارکت برای ما معتبر نیستن و ما فقط از بعضی از اونا برای تغییر ساختار مارکت باید بیایم و استفاده بکنیم. خب اینستاگرام چون حالا یه مقداری تایمش محدودیت داره، خصوصا اگه ریلز بخوای بذارید، من تصمیم گرفتم یه ویدیو کاملتر توی یوتیوب براتون قرار بدم که درباره اصلی ترین کفی که اگر زده بشه ساختار تغییر میکنه یا اصلی ترین سقفی که اگر زده بشه خدمتون که عرض بکنم ساختار نزولی مارکتتون معکوس میشه بیام صحبت کنم. بچه‌ها فرقی نمیکنه پرایس کاری، ایچیموکو کاری، الیوت کاری، فیبو کاری، گن کاری، هر سبکی که داری این نکته و قلق خاص به شدت بهت کمک میکنه که بیای و معاملات درست حسابی رو برای خودت انجام بدی. پس با دقت گوش کنید و درک بکنید که من چی دارم میگم. بچه ما از اینجا اومدیم یک صعودی رو ایجاد کردیم و تا این بالا حرکت کردیم. من کوچیکشم میکنم که ببینید. از اینجا تا اینجا ما اومدیم حرکت کردیم. خب یه سری کف ها وجود داره دیگه. این مثلا یک کفه، اینجا مثلا ما یک کف داریم، اینجا مثلا ما یک کف داریم، اینجا و حتی اینجا هم یک کفی داریم، کفی که رفته سقف بالاتر ساخته. اوکی. حالا سوال اینه مارکت اگر بیاد این کف رو زیرش کلوز بده ما ساختارمون تغییر میکنه میریزه، زیر این کف بیام کلوز بدیم این اتفاق میفته، زیر این کف و غیره. کدومش؟ بچه توی این صعودی که اومده انجام شده ما میگردیم دنبال کفی که اومده به کیجنسن پول بک زده، میشه این کف. همین به من نشون میده کف ارزشمند من اینه، نه اینا برای فراکتال های دیگه هستن، برای تایم فریم های پایین تر هستن که ما بریم تو تایم خودش اونا رو بررسی کنیم. ولی من وقتی میبینم یک کفی دارم که پول بک اومده خورده روی کیجنسن، پس این برای من یک کف درست حسابیه. و زمانی که این کندل با این قدرت و شادوهای بالا پایین کوچولو میاد زیر این کف کلوز میده، من ایچیموکو کار، من پرایس کار، من الیوت کار متوجه میشم که این ساختار از صعودی تبدیل شد به نزولی. البته که ایچیموکو زودتر از شکسته شدن این کف هم گفته بود با این کراسش و این خروج چیکو اسپنش، اما این اتفاقی که دیگه میفته دیگه ما رو مطمئن میکنه که ساختارمون قراره نزولی بشه. و بچه قیمت برگشتی که میاد انجام میده به سمت بالا، روی محدوده های خوب ما میتونیم فروشنده باشیم. مثلا یه دونش این قسمت ببینید به اینجا که میاد میرسه ما میتونیم فروشنده مارکت باشیم، حد ضرر اونم بالای این بالاترین سقفی که وجود داره. اون موقع من میتونم از اینجا تا اینجا یک معامله سلی رو باز کنم. ببین مثلا اومده اینجا کندل پین بار زده، ما اینجا ورود میکنیم، استاپ اونم میذاریم بالای این سقف، تا خود این کفه بچه 1/4 رو رفته پایین، چون ساختار شما ساختار نزولی بوده، باید میریخته. حالا نید بگید خب مثلا ما یه دونه هم توی این قسمت داشتیم یک سقفی هم حالت کیجنسنی که پول بک به کیجن کرده، بذار بریم نزدیکتر. خب من اینجا یه دونه داشتم دیگه،
خب اینم رفته بالاش کلوز داده، پس چرا ساختار من صعودی نشده ریخته اومده پایین؟ من به تو یه جواب دارم، میگم اول این کفه زده شده که ساختارت نزولی شده یا اول این سقفه؟ و جوابش اینه که این کفه. پس ما بنا رو میذاریم روی ساختار نزولی مارکت و خریدار نخواهیم بود. دوباره این قسمت رو نگاه کنید بچه ها، خود هم این 3 موجی هم که ما به سمت بالا حرکت کردیم یک کیجنسنی داره دیگه. تو این قسمت ببینید این کف اومده به کیجنسن، از این بالا ریخته اومده به کیجنسن، پول بک زده. پس اگر من بیام زیر این کلوزی بدم، ساختار من مجددا نزولیه و منو میتونه به سمت پایین بیاره که میاد یک بالایی یه پول بکی هم میزنه و مجدد میرزه میاد به سمت پایین. یک مثال دیگه رو براتون بزنم برعکس مثال قبلی. ببینید بچه ها، ما در واقع اینجا یک سقف داشتیم ریخته، یه دونه داشتیم، همش اوکی بوده. اما من میام اون آخرین پول بکی رو میگیرم که اومده آخرین کف نزولی من رو به وجود آورده، یعنی این سقف. اگر من قدرتمند بیام بالای این سقف کلوز بدم که دادم با این کندل خفن، برگشتایی که قیمت میاد میکنه به سمت پایین رو پول بک میدونم و روی این محدوده چرخشی باید دنبال سیگنال خرید باشم که میاد اینجا یک پینباری به من میده. حالا شما اصلا میتونید لیمیت بکارید بزنید. ببینید این پینبار ورود، استاپ زیرش و تا همینجایی که حداقل اومده به ما 1/3 رو داده. و وقتی هم میاد یه همچین کلوزی میده، ما معمولا تا این سقف اصلیمون هم میایم بالا بچه ها. یعنی حتی ما اینجا هم اگه میخواستیم نگهش داریم تقریبا ریوارد 1/5 رو هم اومده و برای ما دادتش. الان اینو ببینید بچه ها، ما از اینجا که اومدیم یه سود ایجاد کردیم رفتیم بالا، اولین کفی که این سقف رو ساخته اینه. وقتی ما زیر این اومدیم کلوز دادیم، میتونیم بگیم که این ساختار ما نزولی بالاییاش باید سلر باشیم. ولی آیا اتفاق افتاده؟ نه، چون ساختار شما هنوز سعودیه و این ریزشه یه 1 2 3 نزولی بوده، یه اصلاح بوده توی مارکت شما و شما باید حواستون به این موارد باشه. دوباره این قسمت رو نگاه کنید، قیمت میرزه میاد پایین و در واقع این کندل اینجا، این کندل مشکی اومده پول بک زده. من وقتی میرم بالاش کلوز میدم، یعنی دوباره ساختار من از این 1 2 3 نزولی هم اومد بیرون و باید دنبال موقعیت خرید باشم. و ببینید میاد به این محدوده چرخشی که ما قبلا با هم کار کرده بودیم تقریبا بهش یا فلت های نزدیکش پول بک میکنه، یه پینبار خیلی تمیز و خوشگل هم میده و حرکت میکنه میره به سمت بالا برای ما بچه ها. میبینی چقدر قشنگ این اومده حرکت خودشو برای ما انجام داده. و همه اینا در پرتو این هست که شما درک بکنید که من توی این ویدیو دارم چه مطلبی رو به شما یاد میدم. حالا شاید بگی آقا من گاهی وقتا میام توی تایم فریم نگاه میکنم اصلا به هیچ عنوان نمیبینم کیجنسن مثلا قیمت بهش پول بک زده باشه. اب نداره، تایمت ببر پایینتر که بتونی پیدا بکنی. مهم اینه که تو یه کفی پیدا بکنی که اون کفه به کیجنسن پول بک زده باشه، تایمش هم مهم نیست اصلا. اینجا بچه‌ها نگاه کنید، این کندله خودش شده سقف بعد اومده پایین. پس این برای من یه سقفیه که اگر بالاش کلوز بدم کار تمومه. ببینید کلوز میدم، قیمت یکم میره بالا، یه پول بک میان میزنه و ادامه کار تا اینجا حرکتشو انجام میده برای من. اینا بچه‌ها چیزایی هست که شما میتونید ازشون استفاده بکنید. در اکثر مواقع هم جواب میده. نمیگم استاپم نداره، استاپم داره، اما تعداد استاپاش خیلی کمه و میتونید به عنوان یک دیدگاه ازش بیاین و استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. موفق و پیروز باشید.